اولین کانون، اولین قسمت کانونیشو کانون پرطرفدار موسیقیه. در خدمت آقای شعبانی هستیم، دبیر کانون، و بریم برای یه شروع طوفانی. خوبی شعبانی؟ قربان شما، سلامت باشید. کانون هم خوبه؟ خدا رو شکر خوبه. چی کارا میکنین تو این کرونازی؟ دیگه از تایمی که کرونا شد و خب کلا فرایند فعالیت‌های دانشگاه، یعنی کلا فعالیت‌های همه کانون‌ها طوری شد که باید به صورت مجازی دنبال میشد و کارهایی که در این زمینه مجازی، یعنی فقط مسابقاتی که داشتیم، همه کارهایی که حالا قرار بود انجام بشه که قبلا هم حالا یه قسمتیش به مجازی مربوط میشد، دیگه بیشتر سمت سوی فضای مجازی نشین شدین حسابی. بله دقیقاً. خیلی هم عالی. اعضای کانون موسیقی میدونم که فقط مثلا نوازنده یک ساز یا خواننده نباید باشی که وارد کانون بشی. بله. چه توضیحی داری توی این؟ خب هدف کانون اصلا بر این بنا بوده که خب دوستانی که علاقه‌مند هستن اصلا به بحث موسیقی، حتی گوش دادن موسیقی و اینکه دوست داشته باشن توی موسیقی فعالیت کنن، یا اینکه یه کار موسیقی انجام بدن و توی اون کار موسیقی سهیم باشن، خب همیشه میتونن بیان داخل کانون موسیقی فعالیتشون رو شروع کنن، با فضای موسیقی آشنا بشن، با خود افرادی که توی زمینه موسیقی در حال فعالیت هستن آشنا بشن و یاد بگیرن. نشریه هم دارین؟ بله نشریه هم داریم. تولید محتوا هم دارین؟ همه چی داره. نوشتن کانون موسیقی نویسنده نیاز داره، درسته؟ بله. گروه کور نیاز داره و همه این مسائلی که هستش، ما تقریبا میشه گفت به این نقطه‌ای رسیدیم توی این بحث هایی که حالا نشریه هستش، گروه کور یا همون آکاپلا هستش و حالا خوانندگی به تنهایی، حتی تولید، یعنی تولید اثر که ما داشتیم سال گذشته، آثاری داشتیم که تولید شد و انتشار پیدا کرد و خب در همه زمینه‌ها کانون فعالیت کرد و سعی کرد که خودشو هم به جامعه خودش، یعنی کانون به عنوان علامه‌ای بودن به دانشگاه علامه، و حتی در حال حاضر بعضی از خواننده‌ها و نوازنده‌هایی که قبلا داخل کانون بودند خارج از فضای دانشگاه هم شناخته شده و حتی مشهور هستند، مثل دوست عزیزمون آقای آریان یا آقای حیدری هم فکر می‌کنم تا حدودی. آقای حیدری اتفاقاً برگزیده رویش هم شدن. دقیقاً. آقای اخواس هم که دلمون برای این صداها تنگ شده. بله. و اینکه خیلی هم خوب گفتی سالن و گفتی صدا و پر شدن و شروع و این حرفا. من واقعا برای ساز و آواز بچه‌های کانون موسیقی دلمون تنگ شد. ستار که بله، این ساز اسمش ستاره. اسمش همایونه، یعنی اسمش تو خونه ما همایون صداش میکنیم این ستار رو. بله. من گفتم که بدونی این ستار دست شما، زحمت بکش برای بچه‌ها یه نوازندگی داشته باش حتما. و بعدش هم یا قبلش هم چی شده؟ ها؟ علامت ما نداشته. خب ستار دستت عارف، زحمت بکش، اول با اون دوربین با بچه‌های دانشگاه صحبت کن و بهشون بگو چه خبر کانون موسیقی، بیان به زبونی که دوست داری، و بعدش هم این تو و این همایون و این هم بینندگان ما. منم برمیگردم خدمتتون. بله. من سلام مجدد عرض میکنم به همه عزیزانی که داخل در واقع این ویدیو رو نگاه میکنن. خب هدف کانون موسیقی اینه که بچه‌ها بیان توی کار نشریه کار کنن، توی فضای اجرا ساز یاد بگیرن، اگه قرار باشه که سازی بزنن، اگه قرار باشه که کلا فقط مخاطب باشن تو فضای مجازی میتونیم استفاده کنیم ازشون، و کلا محتوایی که کانون در حال تولید هستش، حتی توی این دوره‌ای که الان درگیر کرونا هستیم، خیلی میتونه کارهای زیادی انجام بده.